سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح. برخی از شخصان میگویند حجاب از ما نیست، بله از شما نیست، ولی بدانید که حجاب از اسلام است. اینک از خود سوال کنید که خود شما از اسلام هستید؟ برادران و خواهران عزیزم، چنانه که بر ما معلوم است پوشیدن حجاب این امر الهی می باشد. خداوند در قرآن این عمل را بر زنهای مسلمان فرض گردانیده است. دلیل ما قطعی است. کسی که باور نمی کند مرحمت قرآن را گرفته بکشاید. سوره نور آیت 31 و سوره احزاب آیت 59. بله برادران و خواهران عزیزم، پوشیدن حجاب این امر الهی است و کسی که یکی از امرهای خداوند را انکار کند از ایمان خارج می گردد. جای تعصبش این است که برخی از معنی کنندگان حجاب خود از جمله مسلمانان می باشند، ولیکن از دین خود خیلی دور هستند. وقتی که به وزیر ایتالیایی روبرتو مرانی پیشنهاد کردند که حجاب را منع کند، او چنین گفت: وقتی که بیبی مریم در همه صورتها با حجاب باشد، شما چه خیلی از من میپرسید که حجاب را منع کنم؟ ای کسانی که بر ضد این امر الهی هستید، فرصت دارید، توبه کنید و به سوی خداوند بازگردید که خداوند بخشنده و مهربان است. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح.